سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. من مینتداری خود را به کانال برادری تاجیک و پادپیسچیکاشان میرسانم که کانال ما را دستگیری کردند و مهمان کانال ما شدند. امروز یک تورت شکلاتی برای پادپیسچیکای عزیز و برای پادپیسچیکای کانال برادری تاجیک تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 170 گرم آرد، 6 دانه تخم، 4 قاشق کاکائو، 100 گرم شکر، сливки 30%, 100 грамм сахарной пудра, 10 грамм разрыхлитель و کمتر نمک لازم است. و 6 دانه تخم‌را سفیدی و زردیش را جدا میکنیم. من سفیدی های تخم و زردیش را جدا کردم. برای بیسکویت ما خشک تیار شدنش باید ظرف ما خشک باشد. ما کمتر تخم را خودش را لط میزنیم، سفیدیش را. من 4-5 دقیقه سفیدی تخم را لط زدم و اکنون کم کم شکر همراه کرده لط میزنیم. من 5-6 دقیقه دیگر لط زدم، سخت شد و اکنون نمک را به زردی تخم همراه کرده کم کم با سفیدی تخم همراه کرده لط میزنیم. من همش را خوب لط زدم. اکنون آرد، کاکائو و رزرخلیتل را همراه میکنیم. آرد ما 170 گرم 9 قاشق، کاکائو ما باشد 30 گرم 4 قاشق، 200 گرم شد. با شکر 200 گرم شکر، 200 گرم حتما آرد کاکائو کنید که بسیار پیامش خوب میشد. 10 گرم رزرخلیتل را همراه کرده و ایلچه میگذرانیم. اکنون آهسته از یک طرفش آمیخته میکنیم آرد را. همه محصولات ها را خوب آمیخته کردم و اکنون به قالب میگیرم. قالبی من 25 سانتی متر، یعنی شما 20-22 سانتی متر باشد میتوانید 5 دانه تخم کنید. کمتر جنبانید که به همه جای قالب یک خیل خمیر ما رود. و اکنون به حرارت 170 درجه و مدت 40-45 دقیقه به تفتان میگذاریم. در وقت پختن یک چیز را در خاطر گیرید تا ورم کردن بیسکویت ما پیام دادنش ما تماما در تفتان را نمیکشاییم. ببینید بسیار خوشرو بیسکویت ما تیار می شود. بیسکویت ما هم در 40 دقیقه تیار شد. با چوبچه درونش را میبینیم چقدر تیار شده است. چگونه میبینید تماما به چوبچه ما نچسبید، تیار شده است. و اکنون از قالب میگیریم. بیسکویتی ما هم بینید خوشرو پخته است و اکنون تا خنک شدن بیسکویت ما کرم تیار میکنیم. بسیاری از زنهای ما سوال کردن که برای چی سلیفکی ما سخت تیار نمیشه. من باشم امروز راهی تیار کردنش را میفهمم. سلیفکی ما به نهایت خنک باشد و من 10-15 دقیقه قالبچه را هم به یخدان گذاشتم. ظرف ما تازه و تماما خشک باشد. من سلیفکه را به ظرف گرفتم
من به سلیفکا یگانچه همراه نکردم تا سخت شدنش با میکسر لب میزنیم. ما سخرنی پودره همراه کرده زنیم سخت شویش به نهایت دشوار. در 5-6 دقیقه سلیفکای ما هم به سخت شوی چرخد. mana میبینید سلیفکی ما چقدر سخت تیار شدنه. تماما سخت. و اکنون سخن پودره را همراه میکنیم. شما میتونید ملکا همراه کنید یا که سوگوشانکا وریانکا همراه کنید. من چگونه میبینید چقدر سخت تیار شد. تماما نمیغلطد به نهایت سخت. من 15 دقیقه لب زدم. چگونه میبینید من بیسکویت ها را به 3 قسم تقسیم کردم. من درونش به نهایت ملایم خوشرو تیار شده است. من به 3 قاشق ملکا 5 قاشق آب گرم همراه کرده شربت تیار کردم تا که با بیسکویت های ما به نهایت ملایمی با لذت تیار شوند. کم کم کمتر به تگی تارتمان کریم میمالیم تا که تارتمان نجنبد. من دویم قبطش را پاشتیم. دویم قبطش را خوشرو کریم میکنیم. اکنون سیوم قبطش را میپاشیم. من تارت را کریم کردم و اکنون با خواهش خودمان آرام میدهیم. من با 4 مغز آرام میدهم و اکنون کمتر گل میکنیم. کمتر شکلات میکنیم. کمتر گلازور میکنیم. من به کاغذ شکلات کرده خنک کردم و اکنون به گردی تارتمان خوش رو میچسبانیم. و اکنون کاغذ را آهسته کنده میشد. حالا نصیب در ویدیوهای آینده طرز تیار کنیش رو نشان میدهم. به نهایت خوش رو کنده میشه. کمتر شکلات میکنیم. سلیفکی کریمش برای گلمانی خوشرو تیار نمیشه. حالا نصیب در ویدیوهای آینده بیلکاوی زورنای کریم تیار میکنیم. به نهایت با همون کریم گلای خوشرو برای تارت مانده میشه. حالا نصیب در ویدیوهای آینده تیار میکنیم. چگونه میبینید تارتی ما هم تیار شد. اکنون آن را با مدتی 4-5 ساعت به یخدان میگذاریم تا که کریماش تیار شود. چگونه میبینید تارت ما هم خوش رو دم گرفت و اکنون درونی تارتمان را میبینیم چقدر تیار شده است. چگونه میبینید تارت ما به نهایت خوش رو تیار شده است. درونش به نهایت ملایم خوشخور تیار شده است. مرحمت تارت ما هم تیار شد. پدپیسچیکای عزیز مرحمت به تارت با اشتهای تام کانال ما را دستگیری کنید، پدپیساتسیا کنید، یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.